قدیمی زمانه که حکومتان پمی خاطره که بادشاهی بودتگن آیا یک خاندانی نام سر معروف بودتگن بچه که خاندان که حکمرانی توکا بوده حکومت سرا بوده پمی خاطر کل سلسله یا منطقه یا هلاکه که شان آی سرا حکمرانی کده همان نام سرا معروف بوده. مثلا بلوچستان تها یک حکومتی یک دوره توکا نامی بوده پارتان و چون آیا یک زبان نزدیک خرشتی کارمرز کده پاراتا راجاس یعنی شاهان پارتا همه وحدی توکا هم شا معروف بودگن و تارشم پارتان توار کده پارت نه. یک گروپی مثلا گنزفر همه یعنی صاحب فر و شکوه و عظمت همین نام سرا معروف بودگن. یا مثلا اشکانیا ارشک نام سرا معروف بودگن. یا مثلا شانش گوشته خاندان سورن سارانی سورنی سارونی. یا مثلا ملکان مهربانی که سیستان سر حکومتش کتاب یکی نفر نام بوده مهربان همشان پت اجده آدگه معروف بوده این نام سر. یا نصر نام بوده همان نام سر ملک های نصری معروف بوده. یا کاوس که ایدام بندر گنبرون نزدیک یا وان زمین هلاکه یه ساحل پهکی حاکم بودگن کاووسی ملک های کاووسی معروف بودگن. یا مثلا تالپوران یه خاندانی بوده حکومتی بلوچانی بوده بل خاندان معروف بوده به خاندان حکومت تالپوران. یا خانات کلات مثلا معروف بوده به خانات کلات بچه نوشته خانات بلوچستان حکومت بلوچستان چون همه خاندان که حکمرانی سرا بوده بادشاهی بوده معروف بوده. مثلا حتی پهلویان کشنت خاندان پهلوی نه حکومت پهلوی بچه کشنت حکومت پهلوی بچه که خاندانی ای سرا قرار گرفته. لذا اشی به معنای نفی بلوچ بوده آیا نفی شی که آیا سرزمین بلوچستان تحت آن سیطره و کنترل بوده نه بلکه همیشه در تاریخ تو که به یه شکل به یه فرم سرا حکمرانیان شکل گرفته. در مورد مثلا آخوند صالح که وزیر دربار خانات کلات بوده 4 نفره آیود کتاب تو که یاری که بلوچان پیش چه دوره یا پیش چه که اشکانیا ارد بنته بیانته سلسله سرا ارشک سلسله ارد ببیته پیسر بلوچان همی هلاکی تو که بوده از دوره مادا یحته بوده ادام حکمرانیش بوده رنده همشه که اسکندر مقدونی حمله کن ادام جنگ دیانتیم بازین کشک بیان چه دو این طرفا اسکندر نصف ارتش از بین روتیم بل اسکندر در نهایت موفق بی پیروز بی ولی چی بی این منطقه نسبتا وقتی قبضه توکا دریاریته هرچند نصف ارتشی از دست دن وقتی بعد همشن که حاکم هند وقتی که رشد کن توسعه کنته موریان هند سلسله که بنته چاندراگوپتا موریا قراردادی بندیتن و سلوکیان که سلوکیانی که در امتداد اسکندر هستن یه منطقه مکران گوشنت خب تی دستا بزوری تو آیا همیشه چمی طریقه سلطه پیدا کننته حوزه بلوچستان کنونی سرا مکران گشته منظور توران و مکران یه قسمت خاص کرد حوزه شرقی بلوچستان نو رندا یه بلوچانی که حکومت سر بنتین برای چندین قرن های منطقی تو که نندو که حکومت سرایا ایشان تا گندن تین که آدگه هم نژادان شانی که ارشک خاندان ببیته آیا هم از همی پارتانه ایشان هم پارتان آیا هم از نژادی پارتان ولی آیا آن تو که دیگه خاندانی هستن دیگه خاندان هستن مثل همین هنو بلوچستان تو که خاندان های بازی هستن نه چینچو طایفه هستن چینچو خاندان هستن یکی چشان بالاخره قدرت گیری خوزه مثلا مکران تو که دیگه سرحد والایت ای که را گوشی که خب ماشما سیاده ماشما وارثن یا مثلا ماشما هم نژاده نه کلمه هم نژادی استفاده که آخون سالوت کتاب تو که همین اصطلاح استفاده که گوشی که یه پارتانی که حوزه بلوچستان تو که ایتام آینش بودی هم نژاد حساب کردن ربط آنی که را در دوره که ارشک وفات کتگه تیرداد به حکومت رستگه روان تیرداد که را وقت کو تیرداد قراردادی بالاخره صلح امضا کردن و هم دیگه وربا جنگ دیانتین گو که و سلوکیان یونانیان شکست دیانتین آنتیکیوس سوم بیتن اگر اشتباه نکنم یا بعد قرارداد صلح نویسک بی ایشان برای اولین بار حکومت اشکانیان قبول کردن بچه پیش جایی آن وقت همین منطقه حاکمان په کمی سلسله سلوکیان یونانی بودتگن که حکومت کنگا بودتگن بالاخره ایشان وقت را محق زاننتی سرزمین سر پارتا ایشان چه سرزمین در کننتی وقت حکمرانیا کم کم توسعه دیان کنن گران کننتی رنده همشه که خاندان ارشک پدیت یه خاندانان و بلوچانی که ده هستن ایشان کمک کنن حمایت کننتی ایشان یانت چی کنن
چاندراگوپتا موریه خاندان شکست دهند درش کنند پدا حکومت بلوچستان تو که هم امتداد پیدا کنند اولا شی هم جزوی از امپراتوری اشکانی قرار گیری ولی حاکمانی که از قبل همین سرزمین تو که بودتگن مردمان همین مردمان منطقه بودتگن که یا انت امتداد حکومت پدا دارم پدا هنچو رشد کنن هنچو قدرت پیدا کنن یه خاندان بلوچا که دومی خاندان سلطنتی با و به نظر رسید در یه دوره تو که مثلا سورن که سک قدرت گریتن خاندانی سک مقتدرین خاندانی بیته عملا یک بادشاهی بلوچان در این حوزه تو که به نام همان دریته همان حوزه سرا پس گندزفران چما سلسله تو که دریانته نه و ما گندن که رندا در تاریخ تو که اختلافاتی که بین دی خاندانان باز پیشیته هر دو هرچند از لحاظ نژادی و نسبی و هم دیگه یعنی هم نژاد محسوبه اختلافاتی پیشه یک گندزفران یا یه حوزه شرقی حوزه بلوچان حکمرانی و امپراتوری که بیته ایشان کلا چا اوتی هم نژادی اشکانیان جدا و اوتی امپراتوری جداگانه پدا هر دکنته که سکیانش هستن حکومتانش هستن که معروف به ایندو پارتیان امپراتوری که هستن تا هندوستان ایشان امپراتوری ادامه پیدا کنده که ایشان باره بالاخره نمادان حکومتیشانش هستن حتی همین نمادی که مثلا که من اوتی صافی سرقی کتگت گوشی با رندا معروف شده به صلیب شکسته در روسریشون شکسته نه یک نمادی بوده قدیما برای روشنایی و احترامش استفاده بوده اتفاقا تنها جایی که نماد استفاده بوده در حکومت توکا بلوچان حکومت تا بوده اگر نازیان یا حتی مسئله نژادی و شانش مطرح کنه اذا مسئله ما از لحاظ کرامتی و عزتی بچاریم در واقع باز هم بلوچ مطرحی بن ولی هیچ نژادی چقدر که نژاد داری تو که برتر نه سپید نه سیاه برای سپید نه زرد برای آدگه هیچ کس ادام مسئله فرهنگی مسئله زبانی هر که سرزمین تو که باید حاکم ببیته و امپراتوریانی که شان ایجاد کردن قدرتی که شان بوده رومیان چالنجش داده رومیان در چندین جنگ تو که شکست داده چه معروف بوده چون سورنا که بلوچ یا تو امپراتوری رومیان شکست مفتضحانه بدن سک بلوچان شهرت باز بالا رفت در دوره اشکانیان ها به می خاطرشانش چمان تو که سک مزن بودن همش خاندان بالا چه که قدرت گیریته عملا چه خاندان اشکانی یعنی یک خاندان ارشک بوده که آیه امپراتوری ارکته بوده ولی در یک دوره های از بس که آدگی خاندانان قدرت باز بوده درشان توکاشان حالت غیر متمرکز اداره کنگه بوده شان نقش بوده که نوکی حاکم هم از دیگه سلسله توکا در یک بحرانی وضعیت توکا که جنگن تو قرار گرفته بیان تو بوده بنین دیننته و می خاطرش میگنده که در چندین دوره تو که خطهای سلطنتی در خود اشکانیان تو که تغییر کنن تا شی که خط سلطنتی جدیدی در روی کاری هستن که بالاچانا که ما معتقدیم که این بلوچ و اصطلاح چمی بالاچانا نام سر در یهده بالاچ اولین بالاچ دومین بالاچ سومین بالاچ چهارمین بالاچ پنجمین یعنی هنچو در میانشان ده دیگه ما پادشاه هم بوده ولی هنچو که شان تا امتداد پیدا کنند تا آخر یانته و ایشی ایشان خط پارتی رشد دهند نمادهای چیا دوری کنند یونانی که هستن سکیان به سمت قوت ضرب کنند یعنی توسعه اقتصادی دهند شهر بنام تر کنند بالاچاباد بسیاری از این چیزا همه دوری تو جا بگم روان ارمنستان رو گرانته ارمنستان تو که بود دستی گیرن و سلسله خاندان پارتان همی بالاچا همود رشد کنته پیشا پدن روان رومیان ازدواج کنند آروسی کنند همین پارت همین خط آن ازدواج کنند همشه که ساسانیان که رشد کنند یا انت قدرت که گیرن منطقه تو که حتی در مورد ساسانیان که ساسان که پیروک بوده اردشیره ساسان گوشی از همین حوزه منطقی مردمان بوده چه پارتان بوده رنده هم منتقل بوده یا ایشی که همشان حکومت داده باید دسته پاپکان دست بوده رنده همشه اردشیر یاته هرچه هسته ایشان سلسله تغییراتی داری تو که یه گشته در غرب تو که به نام پرشین شناسایی بنده پارس توارش کننده چون این ایشان از منطقه پارس بوده و این منطقه هم با آین هلاکه نزدیکته بوده رومیان به اشتباهشان مثلا گشته واژه پارس استفاده بیت رندن پرشین در تاریخ تو که جا کپی حتی در ادبیات مورخان فارسی تو که کشماچاری گوشی پرشین رنده همش البته در صده‌های اخیر تو که پرشین یا فارسان به عنوان یک قومیت جداگانه مطرح کنگ من تعریف کنگ من یا انت میدان تو که تحولاتی بازین ایجاد بدانه اما در واقعیت الامر یه حکومتی که در منطقه توکا بوده و سلطه‌ای که بوده و سلطه‌ای که حتی در مقابل یونانیان جنگ کوته
پرشین نبودن ایشان در واقع امتداد پارتان بودن ولی معروف بودن به پرس به خاطرش که منطقه هم همشان هلاکی دستا بوده و چما منطقه تو کشان پایتختیان شکل دادن حکومتش بوده. مثلا حالا دور نریشان سر باز بحث هستیم، باز جنجال هست، چالش هستیم، در تاریخ باید گشتم بررسی بکنیم تا جزئیات گشتری هم بتونیم در بیارید. اما آنچه که مسلمه ایشه که یک جایگاه ویژه و بسیار بالایی یه امپراتوری اشکانی یا پارتانا در دوره توکا بوده که هم وطار خوب نسبتش داده به بورستر به کیانیان، هم امپراتوری که مادن دوره بوده و همشه که رندگی امپراتوری حکومتان که حتی همیشه وطارش واسه بوده به اشکانی یک جوری تلاشش کته کوتار بودن متعلق بزننده. شام تاریخ بلوچستان پیش دارگان، تاریخ بلوچ در این سرزمین سر پیش دارگان و ایشی نشان دادن که این ملتی که تونتگی در تاریخ توکا این چو با افتخارات زندگی بکن هنو هم تونیت مجددا وطارا دیما ببارتن و یک نمونه موفقی به دنیا چه حکومت داری پیش بداری، یک نمونه موفقی از سیستم یعنی کارآمدی در دنیای کنونی پیش بداری و شیب مشمه درستان جهد برگردی. ما شما اراده بکنی نسل جدیدی و به دنیا ثابت بکنین که این ما یک ملتی پر افتخاری هستیم، ملت با کرامتی هستیم که وقتی دولت لوتیم وقتی دولت هم ما را ببیتیم ما تونی دولت یک دولت نمونه و موفق مثل که کشورهای همه امارات و قطر و سعودی عربیه و سنگاپور و مالزی و خیلی کشور موفق دیگه در دنیا هستن به دنیا ثابت بکنیم و پیش ببریم.